قماندان تنها نمیروید؟ گوش کنید، من میمیرم ولی شما رو تنها نمیفرستم. من همچنین فکر دارم. باید همه چارهای بی خطر را بیاندیشه. من تنها میروم. اگر این دام باشد چی؟ هدفی اساسی شما باشد چی؟ میدانم که هدفی اساسی او من هستم، ولی حاضر به او من نه، آرهن لازم است. از کجا میدونید قماندان؟ شاید آرهن بهانه ای باشد. با آنها آرهن لازم است. آنها دانستن میخوان که آرهن چی را گفت. آنها میدانند که آرهن گپ زده است، ولی چی را آرهن گپ زده است آنها نمیدانند. تا تاریکی شب انتظار شوید. اگر من صدا نبرآوردم پس از پسی من آیید. قماندان اگر با شما حادثه شود خودم را نمیبخشم. تمام عمر خودم رو میخورم که چرا با شما نرفتم و در آخر خودم رو میکشم. این رو دانید. در اینجا گناهکار من هستم و حق مردن را هم من دارم. اگر من نمردم پس تو این کارا کردنت لازم نیست. تمام. خداوند نگهبانتان. یک اشاره کنید بس است. خدا شما رو از ما نگیرد. من دیگر چیزی نمیخواهم. اینجا بیا. خیریت که تو را دارم خیالی. خانم ایلی، من برای نظارت کردن به بیمارخانه زنگ زدم. گفتن که اورهان در آنجا نیست. میدونم. او را ربودند؟ نه، او را کارمندان امنیت برای دادن بیانات به جای بی‌خطری بردند. من از این آگاهم. فهمو، من ترسیدم. من باید به تو خبر میدادم ولی ما رو ضرور اومد که فوراً عمل کنیم. میدونم. ما باید دریا رو از چنگ تروریستان رها کنیم. من دیگر چیزی نمیخواهم. خدا خود او رو میابیم. تروریستان چیزی طلب نکردند؟ نه، شاید از یوز طلب کرده باشد. حاضر فهمیدن مشکل است که یوز چی کار میکرده باشد. او رو تعقیب نمودن به ما چیزی نمیدهد. ما باید به راه خود رویم. طبق نقشه خودمون عمل میکنیم. اگر یکون چیز لازم شود من اینجایم. خوب، تشکر. الو، من سیده. گوش میکنم. اورهان نیست. او رو با تقاضای کشفان از بیمارخانه گرفته بردند. باز بهتر. شاید او را به نزد درگان بردند. اگر چنین باشد پس نقشه درگان نتیجه داده ایستاده است. این خوشخبر است. اگر همش در حقیقت چنین باشد پس به زودی معین می شود. درگان به تو زنگ میزند. خوب، اولی معلومات نو پیدا شد خبر ده. حالا همش همین. شاید من یک مدت تماس گرفته نتوانم، چون که اگر زیاد گپ زنم کارم مشکل می شود. تو رو برای همین تعلیم ندادن مگر؟ با من فرمان شد که کاری خیر کنم. یگانه علاقمندی ما و شما این دوستانی ماست. این رو فراموش نکنید. مالش من راضی. هی رزیلان، فکر کردید که شما ما را میترسانید؟ با شما میگویم، بخصوص با درگان میگویم که این محبس مکان قبری همه شما میگردد.